سلام، این هفته سر میزنیم به کارنوال 13 آبان زیر عنوان استکبار ستیزی و پرچم آفساید رو بالا میبریم تا ببینیم که تو بازی استکبار و نظام الان چندن. وقتی میگیم کارنوال 13 آبان اصلا قصد بزرگ کردن نداریم. شما فقط یک نگاهی به تصاویر بندازید تا خودتون ببینید که وقتی تفکر بسیجی وارد عرصه هنر میشه چه نتایجی حاصل میشه. امام خمینی، آمریکا، هیچ. یعنی واقعا اینکه از این عکس چه پیامی قراره ساطع بشه سوالیه که فرستادن دانشگاه آکسفورد روش دارن کار میکنن، ولی بعید میدونم که به نتیجه‌ای برسن. در تصاویر و گزارش‌هایی که تیوی ریش پخش کرد هم آدم بعضن میمونه که اینا واقعا قصدشون ترسوندن دشمن بود یا میخواستن یه برنامه کمدی اجرا کنن. با یه نوجوان سال 80 با سال 58 هیچ فرقی ندارم. اگه آمریکا غلطی ازش سر بزنه حمله میکنم و همه چیزشو ازش میگیرم. من دقیق نمیدونم که این چه جوری میخواد حمله کنه که همه چی آمریکا رو بگیره، ولی به هر حال پیام آتشینی بود. اما از این رعب‌آورتر مصاحبه بعدیه. اومدم بگم که من نسل انقلاب هستم و نسل سوم یا چهارم انقلاب که فرزندم باشه ایشون هم یاد بگیره و این استکبار ستیزی تو خون و گوشت پوست ما خواهد بود. بله، ایشون رو آوردم که ایشون استکبار ستیزی یاد بگیرن که احتمالاً وقتی بزرگتر شدن مثل اوشون حمله کنن و همه چی آمریکا رو بگیرن. خلاصه جست و فیگورهای دلقک‌های بسیج توی این کارنوال کم نبود. البته توی نمایش خیابونی گرفتن این جست ها خرجی نداره، ولی وقتی که توی اندرونی با همین جوجه بسیجی‌ها صحبت میکنن خودشون هم میدونن که به اندازه یک بند پوتین هم نمیشه روشون حساب کرد. شما تو یک دوره آمدید تو بسیج دانش آموزی و انجمن اسلامی دانش آموزی که تقریبا هیچ خطر و ضرر و صدمه شماها رو تهدید نمیکنه و باید خیلی مراقب باشید که سوسول بار نیایید. شما آبدیده نیستید، آبدیده نشدید. معلوم نیست در یک لحظه ای که شرایطی پیش بیاد که باید خطرپذیری کرد چند مرده حلاجین. البته این کیفیتی که در برگزاری کارنوال 13 آبان امسال دیدید تازه با وجود توجیهات بلافصل خامنه‌ای حاصل شده که روز قبلش کلی با دانش آموزان بسیجی صحبت کرده بود که یه وقت سراغ جناح رقیب یعنی جماعت اکبرکوسه نرن، چون اونا دیگه حال ندارن و از نفس افتادن. بعضی آدم‌ها در داخل، حالا یا آدمایی که بعضیشون وابسته به تشکیلات سرویس‌های جاسوسی یا سیاسی یا مراکز خاص آمریکایی هستن، بعضیشون نه، وابستگی ندارن، از نفس افتاده ها، پشیمان شده ها، بوی لذت دنیا به مشامشون رسیده ها. خب این لذت دنیا به مشامشان رسیده ها چه فکری رو در داخل کشور ترویج میکنند؟ فکر غلط در داخل اون رو ترویج میکنن. او اینه که اگر ما با آمریکا سازش کنیم مشکلات کشورمون حل خواهد شد. از اون اشتباهات عجیب و غریب و بسیار خطرناک. این توافق برجام مگه با آمریکا نبود؟ آمریکا از 5 بلوک خارج شده؟ نه؟ خب این برجام اعلام جنگ با آمریکا بود؟ سازش بود دیگه. پس چی بود؟ سازش با آمریکا مشکلات کشور را به هیچ وجه حل نمیکنه، نه مشکلات اقتصادی را، نه مشکلات سیاسی را، بلکه بدتر خواهد کرد. 10 تا دلیل وجود داره، آخریش همین قضیه برجامه. من چقدر در طول مذاکرات گفتم که اینا بدعهدند، اینا دروغگوان. خب اگر اینا اینقدر بدعهدن و دروغگو، برجام هم اینقدر نکبتیه، خب پس منتظر چی هستی؟ بکش بیرون، دندقب رو بزن یا علی رو دوباره تا قله‌های هسته‌ای. ولی در عمل چرا ما هنوز عکسشو میبینیم؟ موگرینی میاد تهران، برجام 2-3 با خودش میاره، روحانی و ظریف میرن نیویورک، صحبت برجام سوریه میشه. نکنه خودم جزو همون از نفس افتاده هایی. خب اینا سازش کنید سر سوریه، سازش کنید سر حزب الله، سازش کنید سر مسائل داخلی. با کی؟ با اون کسی که لحظه ای از دشمنی فروگذار نمیکنه. این که همش فقط گزارش وضعیت میده. اونا میخوان سازش کنن، تو میخوای چی کار کنی؟ اینو جواب نمیده.
بعد بسیجی‌ها سر در نمیارن، میرن سراغ علم‌الهدی تا ببینن که اون در مورد رابطه با آمریکا چه تجربه‌ای داره که بهشون منتقل کنه. در دولت اصلاحات اومدن به عنوان سیاست خارجی تنش‌زدایی همه مشکلات با امریکا رو حل کنن. کار به جای رسید که تو افغانستان امریکا رو کمک کردن و امریکا وارد افغانستان با کمک اینا شد و بلافاصله بعدش رئیس جمهور امریکا ریگان ایران را محور شرارت معرفی کرد. چی شد؟ رئیس جمهور آمریکا در دوران خاتمی کی بود؟ رئیس جمهور امریکا ریگان. ببین تو یوتیوب بدن Axis of Evil، ببین این سخنرانی محور شرارت مال کی بود؟ States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil. والا ما به این میگیم جورج دبلیو بوش. ریگان اون یکی بود که قبلا هنرپیشه بوده تو هالیوود. قبل از اینکه خطبه بخونی یه چند دقیقه مطالعه بد نیست. یعنی حالا برگردیم سر رابطه با آمریکا که ببینیم بالاخره سازش میشه کرد یا نه. سازش سوم هم در این دولت در این برجام که نجات دیدید دیگه، از این بهتر که نمیشه. حالا در روز سازش ما سرمایه هم ندادیم، اینجا سرمایه هم دادیم، فناوری های هسته‌ای هم دادیم. و بعد خود وزیر خارجه امریکا میاد جان کری اعلام میکنه، میگه تحریم های ما بعد از برجام بیش از تحریم های ما قبل از برجام بوده است. خب اگر برجام تحریم ها رو بیشتر کرده، حالا میخوان در برابرش چیکار کنن؟ ترانه بسازن؟ ترانه برای برجام؟ بازات آمریکا عجین هر خود مکر و شرم بشناسین بدنام را این خصم بر فرجام را خواهی شناسی ذات او اکنون ببین برجام را شد ظلم آمریکا عیان بار دگر در این زمان یک بار دیگر ابرزی بر جمله ناباوران ظلم مکرر را ببین دست ستمگر را ببین بار دگر بدعهدی شیطان اکبر را ببین. بله، پس بسیجیان گیج خورده نتیجه میگیرن که عراق رو بتون کردن، سانتریفوژ ها رو هم دادن که آخرش یک بار دیگه عبرت بگیرن که شیطان اکبر بدعهده. عجب واکنش دندان شکنی. بعد به اونا میگه از نفس افتاده. یه نگاه به خودت تو آینه بکن. این وضعیت رو پیدا کردی که تو دانشگاه بغل دست خودت تمام خط و خطوطت رو لگدمال میکنن. ما اومدیم تو روز روشن گفتیم ما یک کشور دیگه میخوایم نابود بکنیم و بعدم وقتی میگن که شما دارید فعالیت‌های هسته‌ای میکنیم میگیم که بله البته ما شرعاً بمب اتم نمیتونیم، اسلام خلاف بمب اتم هست، اسلام جلوی بمب اتم رو میگیره، اسلام مشکلی با از بین رفتن 5 میلیون مردم سوریه نداره، اما جلوی بمب اتم رو اسلام میگیره. نیاز نیست که شما یک تحلیلگر سیاسی باشید تا بدونید که اون کسی که فتوا داده که بمب اتم نمیخوایم اسمش اسلام نیست، اسمش علی خامنه ایه. در مورد کشتار مردم سوریه که داره با کمک پاسدارای ارسالی و عناصر حزب الشیطان انجام میشم دیگه چیزی برای مخفی کردن وجود نداره. به خاطر همین هم مجبورن که فقط به شکل‌های مختلف یه جوری توجیهش کنن. اینم جدیدترین توجیه با یک استدلال پزشکی. وظیفه ماست، قانون اساسی ماست، بر اساس مبانی دینی ماست که ما از ملت‌های مسلمانی که دنبال آزادی خودشون هستند حمایت می‌کنیم. حمایت ما هم عمدتاً حمایت معنوی و حمایت سیاسی و بر اصطلاح هم میگیم. افتخار هم می‌کنیم. اصطلاح مثل داروه. وقتی تاریخ مصرفش برسه تموم میشه. به جای اینکه یا باید برید تو رزمایش‌ها مصرفش کنید، تو مانورها مصرفش کنید، یا باید برید دور، برید تو دریا و همین چیکار می‌کنیم؟ میدیم به گروه‌های اسلامی. سلاح مثل داروه. این تشبیه رو باید کجای دلمون بذاریم؟ چون سلاح مثل دارو تاریخ مصرفش میگذره، به جای اینکه بریزیم توی دریا، یه جایی یه جنگی راه میندازیم که سلاحامون اونجا توش مصرف بشه. آخه این عقل رو بهت دادن که استفاده کنی. در سال 1361 برای اولین بار که شعله‌های الهام انقلاب اسلامی در میان جوانان لبنان زبانه کشید، در یک حرکت شجاعانه توسط یک جوان مسلمان 260 تفنگدار آمریکایی در شرق
دریای مدیترانه در بیروت زیر آوارها دفن شدند و همان عامل باعث فرار آمریکا از لبنان شد. اگر این اسمش حمایت آشکار از یک عمل تروریستی نیست، دیگه واقعا من نمیدونم اسمشو چی میشه گذاشت. یعنی خودشون میان توی سخنرانی علنی که داره پخش زنده میشه یه چیزی میگن، سند میشه، میره توی دادگاه، بعد پس فردا که دادگاه حکم تحریم میده بهشون میگن بدعهدی. آدم بعضی وقتا واقعا میمونه که بالاخره اینا خودشون نمیفهمن که این شعارها به نفعشونه یا به ضررشون. یک مورد، بیشترم نه، فقط یک مورد نشون بدید که آمریکا ستیزی، دشمنی با آمریکا چه نفعی واسه منافع ملی ایران توی 37 سال، توی 38 سال داشته. 37 ساله داریم با آمریکا ستیز و دشمنی میکنیم، چه گلی به سر انقلاب زدیم. بله، این هم از سرانجام بازی استکبار ستیزی که 37 ساله دارن شعارش رو میدن و دست آخر به اینجا رسیدن که فارغ از اینکه در علن چی میگن، در عمل تو باطلاق برجام باش گیر کردن و حالا هم با سر اومدن دوران طلایی اوباما تنها فرصت برای بیرون اومدن از این باطلاق رو از دست دادن. دل دنیا رو خون کردی که اینجوری تو رفتی، تمام دلخوشی هامو تو با رفتن گرفتی، تمام دلخوشی هامو تو با رفتن گرفتی.